وقتی انسان به صورت منصفانه این مسئله را ارزیابی بکنه، حقیقتا واقعیت امر خلافی را نشان میده. الله تبارک و تعالی به خاطر سعادت دنیا و آخرت انسان ها دین را نازل کرده. اسلام برنامه است برای زندگی دنیوی انسان ها و راه است برای رسیدن به سعادت اخروی. یعنی زندگی دنیوی آمده هر دی کار را بر انسان، دین آمده هر دی کار را بر انسان میکنه. دین نیامده که با دنیا دشمنی بکنه، دین آمده تا زندگی دنیا را تنظیم بکنه. یعنی انسان در زندگی دنیا هم عزتمند باشه، با آبرو باشه، با راحتی زندگی بکنه، انسان خیر باشه. کلی برنامه ها را اسلام آورده و باز با تعقیب این برنامه هایی که اسلام در زندگی دنیای انسان داده، انسان را به سعادت اخروی میرسانه. اما وضعیت مسلمان ها چرا این گونه هست؟ علت در کجا هست؟ علت حقیقی این مسئله را رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث بیان کرده. در دو حدیث غالبا این مفهوم واضح‌تر بیان شده. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که زمانی که شما دین را ترک میکنین و به دنبال دنیا میرین، یعنی مفاهیم دنیوی هدف کلی زندگی شما میشه، بعد از آوردن متاع دنیا هدف زندگی شما میشه. به مثلا تعبیر میکنه میگه دم گوهر میگیره، یعنی ای که معمولا غالبا مردم در زراعت و در موارد دیگه مصرف میشه و ارزش های معنوی را فراموش میکنه. میگه الله تبارک و تعالی با مسلط کردن دشمن با شما را ذلیل میگردانه. و واقعیت گپ همیست که مسلمان ها فعلا در حالت ذلتبار بسیار خفت آور قرار دارند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیث میگه این حالت شما تغییر نمیکنه مگر ای که شما پس به دینتان بر بگردین. و واقعیت گپ همیست وقتی مسلمان ها در طول تاریخشان به ارزش های دینی خود عمل کردن، عزتمندترین مردمان دنیا بودن و پیشرفته ترین مردمان دنیا بودن و راحت ترین مردمان دنیا از لحاظ زندگی دنیوی هم بودن، در کنار از این همه ارزش های معنوی خود را هم حفظ کردن. و نمونه بارزش که همیشه ما شما او را ذکر کردیم و در منابع دینی هم بر از او تاکید شده، سلف صالح امت نمونه بسیار بارز هستند. عرب های جاهل و نادانی که هیچ چیزی از ارزش های معنوی و حتی از تمدن زندگی دنیوی هم نمیدانستند، قرآن اینها را در کمتر از یک قرن به یک قوم کاملا جدید مبدل کرد. یعنی شما وقتی تاریخ عرب را مطالعه بکنین، قبل از اسلام حالت عرب ها را مطالعه بکنین، از لحاظ مثلا اعتقادی، از لحاظ ارزش های تمدنی، از لحاظ وضعیت اقتصادی، از لحاظ وضعیت اخلاقی، از لحاظ وضعیت مثلا سیاسی، کاملا یک قوم دیگه است. بعد از اسلام اینها یک قوم دیگه میشن کاملا. یعنی تو فکر میکنی که این مردم گذشته نیستن. اینا را اسلام تغییر داد، از اوج ذلت به اوج عزت رساندشان، از اوج عقب ماندگی به اوج تمدن و پیشرفت رساندشان و در کمتر از یک قرن رهبران دنیا شدند. هم در عرصه های علمی، یعنی اسلام و مراکز اسلامی و کشورهای اسلامی بزرگترین مراکز تمدنی بود، هم از لحاظ علمی حتی بر اساس گواهی تاریخدانای غربی میگه اروپا 2 قرن شاگرد مسلمان ها در علوم تجربی هم هست. و هم از لحاظ سیاسی بزرگترین قدرت سیاسی دنیا را داشتن، از لحاظ نظامی هم رقم. چیز اینها را تغییر داد؟ پیام الهی، اسلام و قرآن و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم این قوم را تغییر داد. حال ما که به این حالتیم، مشکل در چیست؟ مشکل در ایست که امور رقمی که بارها تعبیر کردیم، انسان مثلا یک انسان مریض است، ضرورتا به خاطر رفع مشکل مریضی خود به پیش دکتر مراجعه میکنه. زمانی این انسان به اصلاح میشه و این مریضیش خوب میشه که اول دکتر مریضی رو خوب تشخیص داده باشه و بعد از اون وقتی که برای از این نسخه میته طبق اون راهنمایی دکتر عمل بکنه. انسانیت و بشریت همین رقم هستن. یعنی انسان ها همیشه در طرف بدبختی و هلاکت خود در روانن. والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر الله تبارک و تعالی مرض انسان ها رو خوب تشخیص داده و به خاطر تداوی این مرض بهترین و سالمترین و دقیقترین و درستترین نسخه را روان کرده که عبارت از اسلام هست. زمانی که انسان ها مطابق این نسخه عمل بکنن، امور رقمی که بالفعل ثابت شده به طرف سعادت دنیا میرسن و زمینه برای سعادت اخروی خود را هم آماده میکنن. اما وضعیت کنونی ما این رقم نیست. علت در چیست؟ علت در ایست که امت اسلامی به معنای واقعی کلمه به اینمین نسخه شفابخش الهی عمل نمیکنه.
به این نسخه شفابخش الهی عمل نمیکنه. به همین خاطر ما در حالت ذلت قرار گرفتیم. خب وقتی ما این گپ را تشخیص دادیم، حالا باید تغییر بکنیم، به طرف مثبت شدن بریم و وضعیت خود را به طرف خوب تغییر بدیم. از کجا باید شروع بکنیم؟ نقطه آغاز اصلاح ما باید از کجا باشه؟ الله تبارک و تعالی همین نکته را برای ما شما بیان کرده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله حالت هیچ قومی را تغییر نمیده مگر اینکه ما خود ما را تغییر ندیم. پس ما باید تغییر را شروع بکنیم، اما تغییر را هر کدام ما از اصلاح نفس های خود ما شروع بکنیم. اگر مثلا ما توقع داشته باشم که امت اسلامی بره به طرف عزتمندی، خب من انسان خوب نشم، پس این توقع ما توقع خطایی هست. هر کدام ما شما اگر همین توقع رو داشته باشیم که امت بره تغییر بکنه، خب ما را خیر اگر تغییر نمیکنیم، این توقع خطا هست. دقت کردین؟ پس به خاطر تغییر وضعیت عمومی امت ما باید از خود ما تغییر را شروع بکنیم. آغاز تغییر امت از یک فرد شروع میشه و این سنت دائمی و همیشگی در تاریخ است. همه انبیاء علیهم السلام وقتی آمدن تغییر امتها را از کجا شروع کردن؟ از تغییر افراد شروع کردن. ممکن نیست شما حالت یک امت را تغییر بدید مگر اینکه در میان از اونها افراد صالح را تربیت بکنه. به همین خاطر گاه وقتاش یک عده از مردم مسائل تربیتی را کم اهمیت فکر میکنن، میگه فلانی کارک مشروف است، یعنی بعد این رقم وانمود میکنن که این کدام کار اساسی نمیکنه، اما غافل از این که هیچ راه دیگه برای تغییر امت وجود نداره مگر از تغییر افراد. هیچ راه دیگه وجود نداره. این توقعی که ما توقع داشته باشیم حالت امت تغییر بکنه، مسلمانای افغانستان به عنوان یک بخش کوچکی از این امت اینا هم حالتشان تغییر بکنه، خب این تغییر امور رقمی بیایه که مثلا اوایی شوه، نمیشه، ممکن نیست. گاهی وقتا شما ببینید تجربه مسلمان ها در این چند قرن هم یک عده از مسلمان ها تلاش کردن که تغییر از راه های دیگه بیارن، با قدرت گرفتن نظامی تغییر بیارن، مبارزه هم زیاد کردن. این مبارزهشون واقعا ارزشمند هم بوده. مثلا تاریخ جهاد افغانستان شما ببینید، خیلی افغانستان این 2 میلیون نفر کمی نیست افغانستان به خاطر از اینکه به خاطر دین و ارزش های دینی خود قربانی داده. اما مشکل کجا بود؟ پیروز شدن در مقابل دشمن. الله وعده خود را به اصطلاح تحقق داد و مسلمان ها را در مقابل یک دشمن بسیار بزرگی که دنیا را تهدید میکرد پیروزی نصیب کرد. نقطه شکست مسلمان ها از چه وقت آغاز شد؟ شما ببینید از زمان آغاز شد که اینمی 2 نفری که قبلا به نام الله در مقابل دشمن می‌جنگیدن در مقابل همدیگه خود قرار گرفتن. علت جنگ در مقابل یکدیگه‌شان چی بود؟ عدم تربیت، عدم فهم درست دین. بعد از اینکه به پیروزی رسیدن خلاص دشمن مان، اما قدر تعداد مسلمان هایی که در مقابل دشمن کشته شده بود نشده بود، اینا در بین خود یکدیگه کشتن. آیا نظام واقعی اسلامی را آوردن؟ همون چیزی را که ادعا میکردن. یعنی شما فکر بکنین واقعا آغاز جهاد افغانستان در مقابل روس‌ها یک امید بسیار بزرگی برای امت داد. مردم فلسطین منتظر بودن که افغان‌ها بیان فلسطین را آزاد بکنن، اما ما شما در تطبیق برنامه الهی در یک ساحه کوچک به نام افغانستان هم ناکام ماندید. علت اساسی ناکامی در چی بود؟ علت اساسی ناکامی در این بود که حتی کسانی که در میان این مردم به حد رهبری رسیده بودند از لحاظ تربیت دینی ضعیف بودند. وقتی ما میگیم تربیت دینی تنها در شناخت احکام نیست که بگن خب نام هر کدام از اینا پروفسور بود. پروفسور بودن کار را حل نمیکنه. که نامت باشه پروفسور، نامت باشه دکتر، نامت باشه ماستر، نام باشه این کار را حل نمیکنه. کار چه زمانی حل میکنه که تو خودت به عنوان یک فرد مسلمان در یک راهکار تربیتی سالم همه مفاهیم دینی را درک کرده باشی و در رفتارهای ظاهری عملی شود. اینی تغییر میاره و این راهکار نبوی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه اقدام به تغییر وضعیت عمومی جامعه بکنه اول افراد را تربیت کرد. چرا؟ به خاطر از اینکه این رفتار افراد جامعه هست که وضعیت عمومی اجتماع را تنظیم میکنه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای افراد سالم تربیت شده نمی بود، میتونست برنامه خود را پیش ببره؟ او مردمی که حتی در زمان پیامبر زندگی کرده بودند و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده بودند و از زبان پیامبر صحبت شنیده بودند، اما در یک روال تربیتی دوامدار دین را نفهمیده بودند، به مجرد وفات پیامبر مرتد شدند. پس وقتی در صدر امت این حالت وجود داشته باشه، ما شما که
قرنها بعد از اونها زندگی میکنیم، این توقعی که ما با اینمی وضعیت‌های بسیار شکننده و ضعیف خود از لحاظ تربیتی میتونیم تغییر بیاریم، این توقعی خطایی هست. گاهی وقتا ما شما عادت داریم نه همین کلانا رو همیشه ملامت میکنیم. حالت نفس انسان به همین رقم هست. وقتی انسان مثلا از لحاظ دینی سالم تربیت نشده باشه، وقتی در جای میرسه که میتونه به قدرت بگیره و از قدرت به نفع خود استفاده بکنه، اگر تربیت نشده بود نمیتونه در اینجا نفس خود را کنترل بکنه. ما شما موارد دیگران را ملامت میکنیم، مثلا فلانی ثابت کرد فلانی ثابت کرد. هر کدام از شما اگر بدون تربیت در موقعیت اونا قرار بگیریم، به مراتب از اونها که خطرناکتر عمل میکنیم. چرا؟ به خاطری که هر انسانی نفس داره و هر نفسی خلاص به طرف بدی شما را میکشونه و شیطان در وجود هر انسانی داخل داره. دقت کردین؟ ایره چی زمانی میتونین بفهمین؟ ایره زمانی میتونین بفهمین که مثلا ما شما در اینجا هستیم میایم کلانا رو خوب ملامت میکنیم. زمانی در یک موقعیت کمتر از موقعیت از او قرار بگیریم، از او کنه بدتر عمل میکنیم. یک نمونه دو نمونه نیست، ما هزاران نمونه از ایره داریم. هزاران نمونه از ایره داریم. مثلا چه رقم یک نفر را ما توقع داریم در حد وزارت برسه، خب از قدرتی که در وزارت داره به نفع شخصی خودش استفاده نکنه، اما زمانی که خود ما در حد یک ماموریت میرسیم این کارو میکنیم. اما طرف یا نیست. خب این مشکل ده چیست؟ مشکل ده ایست که ما از او ضعیفتریم دیگه. راه حلش ده چیست؟ راه حلش ده ایست که ما سالم تربیت شویم. راه حلش میست که ما باید سالم تربیت شویم. یعنی امور رقمی که در هفته قبلی در درس قبلی در ابتدای شروع درس تزکیه برای شما گفتیم که ما مفاهیم شناخت احکام قرآنی را با رفتارهای خود یک جا خلط بکنیم. آنچه را که از دین الله میدانیم مخلصانه به او پابند باشیم. دقت کردین؟ هر آنچه را که از احکام الله میدانیم ما به گونه تربیت شده باشیم که بلا فاصله بعد از شناخت یک حکم شرعی مخلصانه او را در زندگی عملی خود اجرا بکنیم. اگر ما به این مرحله از تربیت نرسیدیم موفق نمیشیم، وضعیت امت هم تغییر نمیکنه. الله وعده خود را نمیشکنه. وقتی او گفته که من حالت انسان ها را تغییر نمیتم تا حالت تغییر نتن، پس ما تا زمانی که خود ما تغییر نکنیم توقع تغییر از دیگران